موقع استفاده از دستکش استفاده کنید. حاجی ها نمیدونن ما با این دستمون رو میشوریم. حاجی شامپو تموم شده اینو بده بذار سرمو بشورن. حاجی دیوونه. به پیرمرده میگن آرزو چیه؟ میگه کاش میشد زنا رو مثل اسکناس خوردشون کرد. میگن چجوری؟ میگه مثلا یه 60 ساله بدیم 3 تا 20 ساله تحویل بگیریم. میگن امروز نماز بارون خواندن ولی تو کانادا بارون آمده. شاید فیلیت شکنشون روشن بوده. اگه واقعا 80% لذتش مال ماه، چرا پس 80% اصرارش اصلا تو شماست؟ فکر کن یه پیتزا گرفتیم 8 قسمتشو تو خوردی 2 قسمتشو من. کی گوش نشه هنوز؟ شما تایید می‌کنید. محمدیاش طلبا. کاش لااقل یه پولی بیاد دستم بفهمم مشکلم دقیقا بعد از پول چیه. واو واو. جناب سلام. سلام قربان. روزتون بخیر. خیلی ممنونم. عزیز شما متأهلین یا مجرد؟ متأهل. با خانم بدون ویژگی مشترک دارین؟ بله توی یه روز با هم ازدواج کردیم. بیا اینجا. اینقدر نرو سر به سرمون بذار. ببین اون در باز بشه بیا تو جیرت میده ها. یه لحظه صبر کن. حالا براش قلدری کن. به جعفر میگن یه فوش بده که حرف بیادبی توش نباشه. میگه نافم تو پیشونید. میگن نافم تو پیشونید که فوش نیست. میگه اگه نافم تو پیشونید باشه چی میره تو دهنت؟ آقا خسته نباشین. از اینکه 2000 تا پله رو طی کردیم و به قلعه رودخان رسیدی چه حسی داری؟ من دهنی اونه که گفتن این بالا نظری میدن. زود باش ها کنین تو ها کن نگه شیطو. مشروبات الکلی خوردی؟ نه. پس از کجا میاد این بو؟ بوی گوزمه جناب سر. هر کی میخواد عین من پلنگ بشه اکسپرشن کنه کل پسر دیوونش بشن. شورا دیگ رید دیگه سم تو گوشی نمیادی بچه. بابا نترسی آدم. یک دو خانم این عطری که زدین خیلی خوشبوه، اسمش چیه؟ نیناریچی از روم. این چی بود دیگه؟ لوبیا چیتی از قم. بابا ازت یه سوال داشتم. جانم پسرم چه سوالی داری؟ جیگر پا داره؟ نه کی اینو بهت گفته؟ آخه دیشب خودت گفتی جیگر پاتو بده بالا. Allah قانتوی yapacak hayal olsun gidip mamana dinle. رو میخوای مال تو باشه بازن افتاده یا بازن با سرتیزی تزریق؟ اصلا واسه من فرق نمیکنه فقط بازن باشه. میگن گرونی شده. امروز نهار چی خوردی تو این گرونی؟ این غر. نمیدونم چرا اینجوریه ولی فکر کنم اونی که من میخوام ریپلای کنه از ناحیه دست فلج بیناموس. بهترین سن ازدواج و تفاهم 80 سالگیه. دیگه نه تو میتونی حرف بزنی نه اون میشنوه تو چی میگی. اونایی که مغز دارن دچار سکته مغزی میشن. خدا رو شکر من از یکی در امانم.
به زودی در سراسر ایران شاهد همچین صحنه ای هستیم. تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی لبای تو. کی گفته ایرانی‌ها خلاقیت ندارن؟ الان میخوای چی نشونت بدم پرات بریزه بفهمی خلاقیت یعنی چی؟ این کلیپو نگاه کن. آهوی دارم خوشگله سرم کرده ز دستم دوریش برایم مشکله کاشکی اونو میبستم. باور کن اگه همین تخم و خانوما داشتن انقدر کرم سفید کننده و لوسیون بهش میزنن از ممه خوشمزه تر میشد. ما آقا یه خورده توی بسته‌بندی و تبلیغات ضعیفه. آقا سلام، 2 پیتزا میخواستم. فقط من کیف پولم رو جا گذاشتم. اشکالی نداره قربونت بشم. آقا ببخشید یه دونه پیتزاش کن. یه آی لوف یو هم بنویسی، یه قلبم بذار، دخترا خیلی دوست دارم. تصور ایرانیا از مردهای عرب. بچه که بودیم تو خوب شانسی داشتیم، الان که بزرگ شدیم شانس تخمی داریم. چه غلط میکنی؟ تا تو خوابم و دست آرامش ندارم. واقعا باشم. الو سلام، چطوری پدرسگ؟ پدرسگ اینجا نشسته. شما؟ من خود سگم. دادا این هزینه سرویس ما چقدر شد؟ بالا 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 بالا. رفیق سال ماره، مار هر کجا کج بره تو لونه خودش راست میره. پس در لونه رو باز کن، مار داره میاد عزیزم. این هفته صبح فردا باید بره سر کار. باز ما هفته صبح میریم سر کار، 12 شب نمیریم زیر بار. وقتی اول صبح ناشتا قهوه میخوری دادم به دست که داغون قلبم که آقا بازار کار چجوریه؟ خوبه؟ بازار خرابه. بزن. یعنی چه؟ آخ حالا شد. ببینید عرب ها به وسط قفسه سینه چی میگن؟ این المملین. اگه ما دوتا بخوایم بیایم خونتون اولین خوراکی که میدی بخوریم چیه؟ کیرانچی ببخش. بابا بگو بابا در رو میخورن؟ کی اینو بهت گفته؟ آخه دیشب خودت میگفتی در بیارم بخوری؟ دارم گم میخورم ها. ببخشید شوخی کردم. شوخیش هم زشته مرکی بیشور. آقا چی شد بچه برو یه لیوان آب بیار. آب نه، موج. اون چیه که اگه پسرا نداشته باشن بهشون زن نمیگن؟ یه راهنمایی، اولش که آخرش ره. من که میدونم کاره، اما تو هم کونت میخوره.
آقا به دنیا آمدیم دنیا به ما نیومد. سرباز چیکار میکنی؟ دارم به خاک دشمن تجاوز میکنم. بابا این خوراکی نیست، سفره است. سفره میخوری؟ اگه شب من و دوستم اینجوری بیایم خونتون دزدی، واکنشتون به ما چیه؟ من با پسری ازدواج میکنم که مهریم و 1381 سکه امام بزنه. سلام داداش، خسته نباشی. سلام داداش، خوش اومدی. داداش میخوام برم پیش پارتنرم، یه ست برام جمع کن دیگه، خودت کارو جمع کن داداش. بریم که یه ست خفن برات بزنم. بابا این چیه؟ من میخواستم برم پیش پارتنرم، کسکش. عزیز اینم میلنگ خدمت شما. فقط اینم خار. آقا درست صحبت کن. خار امو خار تو آقا خار میلنگ کسکه. تو توی شامپو آب نریز، نمیخواد توی قاب دلار بذاری. گوش بده به دارم توضیح میدم، چرا حرف منو گوش نمیدی؟ برو بابا خستم کردی. درک تو چی رو نگاه میکنی؟ همتون همینقدر اگه میخوای تو زندگیت پیشرفت کنی باید با تمام آدمای لاشی خداحافظی کنی. کار نمی بودم سر خداحافظ. ای کس کف داد. این چیکار بود کردی نفله؟ کار بعد بوس کردم دیگه. بو خوب میده، هر جا بو خوب میده من بوس میکنم. هر جا بو خوب میده بوس میکنی؟ بوس میکنم دیگه. هی بهت میگم کمتر بخور، کمتر بخور. حسه همه رو خوردی کسکه. ببین با من بازی نکن، شهر بازیت میکنم.